شرم نکردی امروز تو با از من یاردم طلب میکنی. اینجا جای یاردم نیست دیگه است. حضرت موسی گفتن الهی ما لمن زنا، پروردگارا کسی که در دنیا زناکار است او را چی جزا میدی؟ قال الله تعالی البسه درعا من النار لو وزع على جبل شاهق لاصبح رمادا. پیغمبر خدا چی گفتن؟ حضرت موسی گفتن خداوند جواب گفت که من با زناکار چگونه معامله میکنم؟ یک درعش میپوشانم. درع گفتن لباس همون دوزخی ها را میگن از آهن است، چنان تفسان است که میپوشانمش. اگر همون لباس دوزخی را در بالای کوه از کوههای بلند دنیا اگر بگذارین لاصبح رمادا، قسم به عظمتی خدا که کوه را خاکستر میگرداند. همون لباس زناکار است. لکن از همه ده زنای وزنین ترین پیغمبر خدا با کی گفتن؟ اعظم زنا بالام والاخت و بالمحارم. در باب زنا صحبت ها زیاد است. انشاءالله ما در باب هر یک جمعه ما شاید که حدیث های از این تکرار میکنیم. رسول الله گفتن بزرگترین زنا زنای با مادر است و زنای با خواهر و اپه است و زنا با زنی هست که برای تو نکاح و حرام است. این از همه در وزنین ترین زنا در نزد خدا به حساب می رود. حتی حاکم میگوید و صحح فی حاکم و صحح الحاکم، در صحیح الحاکم چی میگه؟ من وقع علی ذات محرم فاقتلوه. حضرت گفتن اگر کدام انسانی که اگر با خواهر و اپه و آچه خود وقتی زنا کرد با جز کشتن دیگر او را باید یگان راه نداشته باشد، فقط او انسان قتل کردن در کار. امروز در همین زمان ما و شما شنیدیم، با مادرم شنیدیم، با خواهرم شنیدیم، با اپه هم شنیدیم. برای چی؟ برای که ما و شما پیروی سنت پیغمبر خدا نشدیم. برای که ما و شما آن چیزی که پیغمبر خدا با ما و شما سفارش میدهد، من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر، کسی ایمانی به خدا دارد، ایمانی به روز قیامت دارد، فلا یخلون بامرأة لیس معها محرم الا ثالثهما الشیطان. بین پیغمبر خدا میگه هیچگاه با زنی که همراه خود یگان محرمش نباشد شما تنها نشینید، زیرا اینکه سیوم شما شیطان میشود. شما حتی به خواهر خود، به ینگه خود، به خاله و عمه خود که اینا برای شما گرفتنشون حرام است، تنها نشستن شما را پیغمبر خدا اجازه نمیده، زیرا میگه سیوم شما شیطان است، شما را وسواس میکنه. برای چی ما و شما را اسلام امروز رخصت نمیدهد فرزندهایی که علاکه به سین 7 میرسند جاگه های اونا را از خانه جدا کنید، جاگه پدر و مادر جدا باشد، جاگه فرزندها جدا باشد. همه برای همین است. امروز چی یک بیناموسی در ما و شما پیدا شده است. در خانه ما و شما وقتی یک رفیقی ما و شما، یک همسایه ما و شما میآید، خدمت دسترخوان ما و شما را زن ما و شما میکند. این در کجا ساخه؟ همین ناموس است. دختری تو، خواهری تو، زنی تو نخواد در رفیقت بیاید دسترخوان پرتاید. آخه اگر سخت هم نرسد دستت نمیشکند، مهمانی توست. حضرت عمر در خانه نمی نشست، مهمان که میامد نزد دروازه راست می ایستاد، میگو شرم میدارم که نزد مهمان نشینم در حالتی که ملائکه ها راست ایستادگی هستند. ما و شما می نشینیم بس فرمان میتیم. کاش که او زنی تو با یک لباسی خوب داشته باشد، کشان می شود تمامی وجودش میتابد. این مسئله را شما دقت بتین، نگذارین. ام سلمه زن پیغمبر خدا بودن. حدیث روایت میکنن که من همراه میمونه بودم، میگه زن دیگری پیغمبر خدا.
بناگاه میگه دری ما تق تق شد. نگاه کردیم مکتوم داخل شد. رسول اکرم میگه در حال بر من گفت سلمه و میمونه از جا خیزین حجاب کنیم، روی مالها را بالای سر پرتاییم، پیش روی برم محکم کنیم. میگه سلمه میگه گفتم الیس هو اعمى؟ پیغمبر خدا مکتوم نابینا هست، چشمهاش نمیبینه. برای انسان نابینا حجاب کردن ما چی لازم است؟ وای ما را نشناسد، وای ما را نبیند. متن حدیث ما به شما گفتم. حضرت میگه گفتن ای سلمه در اصل مکتوم نابینا هست، شما را نمیشناسد، لکن شما نابینا هستید، لکن شما مکتوم نمیشناسید. یعنی شما بینا هستید، شما میشناسید. نابسته وای بینا هست، نابینا هست. شما چیکار کنید؟ شما سطر اسلامی را نزد او کس رعایت کنید. برای آدم نابینا رسول اکرم زنهای خود امر به حجاب کردند. امروز آدم بینا میدراید، باز این آدمایی که بعضی هایش که مثال در بعضی خانه مهمان میشود، خدا داناست که مثال وجودی او چگونه است. از این خاطر در این مسئله سخت با دقت باشید. اگر ما و شما نخواهیم که در بزرگترین زنا یا در پسترین زنا مبتلا شیم، این چیزهایی که از پیغمبر خدا و شما گفتم رعایت کنیم، انشاءالله ما و شما فردا در زیر بیرق زناکارها سر نمیبرداریم. شرمنده باد همون فرزند، همون جوان، همون مسلمانی که فردای قیامت در زیر بیرق زناکارها سر میبردارد. به خدا قسم عمر شما بسیار کوتاه است، شما شرمنده میشین. شما به همه یک چهره خجالتی خودتان با چشمهای همت شکسته خودتان به طرف رسول اکرم نظر کردن نمیتونید. حرام با چهره شما به سوی پیغمبر نظر رحمت هم به سوی شما نمیکند. پیغمبر کسی را شفاعتگر است که در جاده شرعی پیغمبر است. پیغمبر هم کسی را شفاعت میکند که طبق حدیث پیغمبر خدا رفتار میکند. شما نماز هم میخوانید، زنا را میکنید، نماز هم میخوانید، عرقخوری میکنید، نماز هم میخوانید، تویهای فساد میکنید. از فردا باز طلب شفاعت کردن این خودش عیب است. در یک انسان خیانت کنید، پس آن برای یاردم طلب کنید، چی معنی دارد؟ سوره مؤمنون اگر تفسیر قرطبی را تماشا کنید، الزانی لا ینکح الا زانیه، همین سوره مؤمنون است، آیت 14 است. والله اعلم. همین آیت تفسیر قرطبی را حضرت چی میگه؟ میگه من زنا، کدام مردی که اگر زنا کرد فسخ نکاحه بینه و بین زوجتی، نکاحش بین خودش بین زنش بریده می شود. کدام مردی که اگر در تفسیر قرطبی در تفسیر همین آیتی که الزانی لا ینکح الا زانیه، در تفسیر همین در تفسیر قرطبی میگه که اگر کدام بچه‌ای که یا کدام زنی که اگر در زنا مبتلا شد در حال نکاح او بریده می شود. هر فرزندی که از اینا میاد همش حرامی هستند. اختیارتان کدام راهش که انتخاب میکنید. آن چیزی که بر من مسئولیت بود در همین 2 جمعه باشم شما رسانیدم. انشاءالله باوری دارم که فردا من در پیشگاه خدا جوابگر نیستم. در همین قومی که البته گوش کردن و شنیدن. السلام علیکم حاجی میرزا مراد. از شما خواهش یک مسئله را دارم. خداوند شما را نگه دارد. من از یک نفر $2000 گرفتم. اول به نیت مضاربه، از بین 2 ماه گذشت، یک باره گفت اگر این ماه $300 ندهی ماشین تا میگیرم. با یاردم بعضی شخص ها من چیکار کنم؟ وای نیز نمازخوان است. یک برادر $2000 از کسی گرفته است، با نیت مضاربه گرفتن. مضاربه همین است که در اسلام ما و شما حلال است، فایده 2 تقسیم. اگر از همین $2000 $1000 همین مردک بیابد، باید طبق اسلام $500 خودش بگیرد. $500 باید که آدمی مثال پولدار میگیرد، $500 آدمی که عمل کننده بود. $500 باید تقسیم کنه. فایده 2 تقسیم است. لیکن وقتی